سلام دوستان عزیز، با آغاز سخن سری ترانسفرهای زمستانی میتوان گفت که به طور رمزی نخست از ترانسفرهای داخلی شروع میکنیم. شادی مرادوف با گزارش خویش از روشن کلوب به حاصلات فرخار و مهاجرت داخلی خطلانیش خاتمه بخشید. تا کجا لازم بودن بازیگری نالازمی روشن به فرخاری ها را البته جریان موسم جدید افشا میکند. بازیگری نام برده بعد دو بازی سنجشی و اشتراک در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2023 در منطقه کلوب از نام دسته حاصلات ناحیه فرخار برآمد کرده با این تیم به مدت 1 سال شرطنامه به امضا رسید. مخصوص به توجه نفرانی که پیگیری اساسی سبقت‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2023 می باشند، علاوه‌اً گفتنی هم که حاصلات به دور نهایی این مسابقه در منطقه ختلان برآمد. در مورد تقدیر من بعد عباس اندلیبوف باشد، همین را میتوان گفت که بازیگر به نزدیکی با روشن کلوب قرارداد جدید به امضا میرساند. سرآغاز موسم جدید فوتبال داخلی اولین استعفای سرمربی در لیگ عالی به وقوع پیوست و این هم از فیضکند واسه رفتن مسعود نظرزاده می باشد. متخصص ایرانی دیگر به بحران مالیوی در فیضکند تاب نآورده طاقتش تاق شد و اخیراً جامدان غون کرد. با آمدن چریفچنکو به استقلال در فضای فوتبال تاجیک همچنین اولین مراتبه بانوی چین متخصص شامل ستاد مربیان شد. این نفر لیلیا سیدار که نبوده در صف اشتراکچی لیگ قهرمان‌ها از تاجیکستان الکی به کار پرداخته است. دسته مقتدر از ساحل سیردریا و تعقیبگری همیشگی ناموفق دوشنبگی ها در راه قهرمانی لیگ عالی باشد و دستپروری سسکای مسکو پیراهن عقابان پوشانید. بازیگر نوی دسته خوجند لایونل آدامز نیگریوی تبار 28 سال داشته چون زاده شهر سنت پتربورگ دارای شهروندی روسیه می باشد. در بازار زمستانه ترانسفری بعد انجام جام جهانی قطر 2022 طلبات‌های بازاری کلاً دیگر شدند و وابسته به درخش خاصه بعضی از بازیگران موندیال قطری بیاید نظر کنیم که بعد جام جهان کدام بازیگر حتما خریداری شد و کدام پیراهن نو را به بر کرده نتوانست. کودی گاکپوی 23 ساله چون بازیگر منتخب نیدرلند و باشگاه PSV خود را به طور نشان داد که حتی کلوب هوشمند را مجبور نمود تا به لیورپول بیارندش. دسته خصیص در پول مصرف کنی اخیراً برای گاکپو 37 میلیون یورو خرج نمود، ولی تا به حال از گاکپو یگان منفیت در ملهم بخشیدن به درد لیورپول نمیرسد. یاشکو گواردیولی 20 ساله از RB لیپزیگ در صف منتخب خرواتیا بازی را نشان داد که بعد مبارزه با او نه تنها نیمار گرفت و مسی اخلاقی کرد، بلکه منتخب خرواتیا چمپیون هم نباشد ولی به مدال به خانه برنگشت. هرچند که تا حال گواردیولا هم دسته نیستند، ولی 120 میلیونی وعده کرده من سیتی برای این بازیگر را چلسی میتواند با پولهای بیشترش از دست برزگان ردبول به فراموشی برد. چمپیونی مسی و ارژانتین در پیش چشمان شیخان پولدار بیابان پرست نه تنها شان و شهرت عالم غیر زمینی را باز هم بر سما برد، بلکه یک زمره بازیگران منتخب نقره‌پوش در بازار افتریتت شدند. یکی از آنها انسو فرناندز 21 ساله از بنفیکا می باشد که الکی بر عوض 121 میلیون یورو در صف چلسی مسکن گرفت. به همگان معلوم است که بازار ایاکس در بیزنس فوتبالی چقدر موفق است، ولی بعد درخشی خاصه محمد قدوس در صف گانا باز هم ایاکس میتواند نهره بلندتری در رسته های بازار کشد. از کشور لاله ها قدوسی 22 ساله میتواند به دل خاتم تاپ 5 چمپیونات های جهانی کهن رهسپار شود. عزیدین اونایی 22 ساله مراکشی از انژرا هرچند که بارسلونا تا به گوش غرق در قرضها خریداری کردن نتوانست، مالکان تیم های فوتبالی پاریس و نیوکاسل و منچستر با لندن در این جوله پروای ندارند. برای این بازیگر حتی روبهان لستر سیتی درخواست 45 میلیون روان کردند، ولی همگان تا به حال خاموشند. سفیان امراباطی 26 ساله از منتخب مراکش واقعا هم بازیگر است که فیورنتینا میتواند برعکس خرید الکساندر کاکارین از داشتن چنین بازیگر افتخار کند. لیورپول و چلسی با اتلتیکو احتمالاً پول آماده نمودند
تا برای این بازیگر با بازوانی پرقوت و شاهنه پهن وارد بازار شوند. خلاص تا به حال بازیگری که 51 مرتبه در جام جهان توپ را بازپس از حریفان گرفته است در شهر فلورانسیا اقامت دارد. شما می‌دانید که محبت و وفاداری برخی از فوتبال بازان نسبت باشگاه‌ها آنقدر بزرگ است که حتی آنها تیارند که ترانسفر خویش را خود پرداخت کنند تا برای دسته‌شان پول به دست آید. لوکاس پرز از زمره این بازیگران است که 5 میلیون یورو برای کادیس پرداخت نمود تا که به دپارتیو گزارش نماید. این کار هنوز آغاز ماه ینور صورت گرفته بود و با همین کارش حمله‌ور می‌خواست برای تیم شهری زادگاهش کمک نماید تا آن از دیویزیون سیوم بالا برآید. بعد پرداخت شدن 493,000 یورو از جانب حمله‌ور 34 ساله، پولی باقی مانده را خود دپارتیو از دیویزیون سیوم پرداخت می‌نماید. غیر از این سابق بازیگر ارسنال از 900,000 یورو دست کشید، پولی که او باید در صف کادیس تا آخر موسم به دست می آورد. پرز نیت دارد که به تیمش کمک نماید تا آن اقلاً به سگونده برآید. برعکس عمل خیرخواهانه لوکاس پرز میتوان گفت که یک زمان نیمار بهر دسترسی به پول بیشتر ارزش شرطنامه‌ای خویش را با پول عربیان خود به بارسلونا پرداخت نموده بود. باشگاه از دهه خردکک آلمانی با نام هافنهایم باشد دولبرگ را از نیتسا به اجاره گرفته است. نیمه اولی موسم را کاسپر دولبرگ در صف سویلیا پشت سر نمود. دولبرگ در صف هافنهایم تا آخر موسم جاری برآمد خواهد کرد. از ماه سپتامبر سال 2022 باشد که طور اشاره شد بازیگر منتخب دانیا در صف سویلیا برآمد می نمود. لیدز یونایتد بازیگر منتخب آوستریا و ردبول وبر را دعوت نمود. ماکسیمیلیان وبر 24 ساله با تیم انگلیسی شرطنامه مهلتش تا سال 2027 امضا نمود. از روی معلومات اسکای اسپورتس بهر این بازیگر 11 میلیون پوند پرداخت نمودند. باشگاه آوازه‌دار و عین حال غرق در ناکامی با نام میلان باشد در آغاز ماه ینور شرطنامه کاری با دروازه‌بان باشگاه پاراگوایی گوارانی امضا نمود. مهلت شرطنامه واسکز تا ماه ایونی سال 2026 است. دروازه‌بان کلمبیایی 24 ساله دنیس واسکز از گوارانی در صف میلان تحت رقم 77 برآمد می‌کند. این دروازه‌بان روز 12 می سال 1998 در برانکیلیا کشور کلمبیا تولد شده. قامتش 195 سانتی متر و وزنش 93 کیلو است. باشگاه پیشین واسکز کارتیلودا پاتریوتاس بایاکا از سال 2016 تا سال 2019 اکویداد کلوب دپارتیو اجاره از ینور تا اپریل سال 2018 و گوارانی 2020-2022 می باشند. دستپروری کارتولوا در سال 2021 در پریمیر پاراگوایی باری نخست وارد میدان شده 28 بازی گذرانیده است. با گوارانی 3 بازی در جام لیبرتادورس گذرانید، هرچند که دستش به مرحله گروهی برآمده نتوانست. دیویس در صف تیم نوش پیراهنی تحت رقم 77 را انتخاب نمود، رقمی که پیشتر با آن در این تیم دفاعگر فرانچسکو کوکو، دروازه‌بان کریستیان ابیاتی، لوکا آنتونینی، نیم حمایتگر آلن خلیلوویچ و دروازه‌بان ساندرو پلیساری برآمد نمودند. واسکز پنجمین بازیگر کلمبیایی در تاریخ میلان گردیده، پیشتر در صف میلان ماریو یپس، پابلو آرمیرو، کریستیان ساپاتا و کارلوس باکا بازی می نمودند. الیمپیک مارسل بر عوض 20 میلیون یورو ژرسون سانتوس را به فلامنگو فروخت. نیم حمایتگر 25 ساله شرطنامه کاری تا سال 2027 با تیم برزیلی امضا نموده. در همین موسم ژرسون 2 گل در 10 بازی‌های چمپیونات فرانسه به ثمر رسانیده است. در صف فلامنگو باشد ژرسون سال‌های 2019-21 میدانداری کرده است. باشگاه برندفورد از فرایبورگ شده را با حق خریداری 25 میلیون یورو شامل تیم نمود. این ارزش برای هر دوی تیم‌ها نشاندادی رکوردی است. باشگاه انگلیسی بعد انجام دهی گزارش کوین شدی 21 ساله از فرایبورگ در شکل اجاره نیت دارد که با این بازیگر شرطنامه 5 ساله امضا نماید. این نیم حمایتگر در موسم جاری بوندسلیگا 8 بازی گذرانیده، 1 گل هم زده است.
برای یادآوری همگان گفتنیم که بر ضمن باوری‌های زیاد نسبت دخیا سرآغاز ماه ینور منچستر یونایتد یک دروازه‌بان با نام جک باتلند را از کریستال پالاس تا به آخر موسم به اجاره گرفته بود. دروازه‌بان 29 ساله جک باتلند با آن سبب به منچستر آورده شد که نیوکاسل از اجاره مارتین دوبراوکا را بازخواند. در همین موسم باشد جک یگان بازی در پرمیر لیگ انگلیا نگذرانید و اگر دخیا صحت و سلامت باشد در صف MU هم در پرمیر لیگ انگلیا هیچ بازی نخواهد گذرانید، زیرا این دروازه‌بان را برای روزی مبادا آوردند. بعد برآمد موفق منتخب خرواتیا در قطر، طلبات‌ها نسبت شاگردان زلاتکو دالیچ در بازار زیادتر شد و چندی از آنها الکی در این میان موسم دسته نو پیدا نمودند. در آمد گپ ساوثگمپتون اویدی گزارش اورشیچ از دینامو زاگرب بر عوض 9 میلیون یورو اعلان نموده با نماینده منتخب خرواتیا شرطنامه 2.5 ساله امضا کرد. میسلاو اورشیچ 30 ساله با همین بازیگر ساوثگمپتون گردید. در همین موسم این بازیگر 30 ساله صاحب آمار 13 گل و 5 پاس گل‌آور در 27 بازی‌های دیناموی زاگرب در همه مسابقه‌ها میباشد. در جام جهان 2022 باشد او مؤلف 1 گل و 2 اسیست در 6 بازی‌های منتخبی خرواتیا میباشد. در عموم اورشیچ در قطر 160 دقیقه در میدان بود. همین قدری که تیم‌های هلندی موفقانه بازیگرانشان را به بازار میبرند، برایشان البته ضرور است که با دعوت بازیگران نو جایشان را پر نمایند. سرآغاز این ترانسفر میتوان گفت که بعد جام جهان حتی بازیگران احتیاطی منتخب ارژانتین بازارگذار شدند، زیرا آیاکس این نوبت رولی را از ویلیاریال خریداری نمود. قهرمان جهان خیرانیمو رولی با قهرمان بسیار کرده نیدرلند شرطنامه 4 ساله امضا کرد. دروازه‌بان احتیاطی 30 ساله منتخب ارژانتین که از قطر با مدال‌های طلا در گردن بازگشت نموده بود. خبر داده میشد که باشگاه از نیدرلند دروازه‌بان ویلیاریال را بر عوض 10 میلیون یورو خریداری نموده 5 میلیون دیگر در شکل علاوه پولی‌ها پرداخت می‌شوند. در 14 بازی‌های لالیگا در همین موسم خیرانیمو 7 مرتبه به دروازه‌اش یگان گل سر نداده است. دسته رقم اول ایتالیا با راهبری لوچانو سپاگتی محضرت سپالتی دفاعگری منتخب لهستان و یا پولچا برشینسکی را از سمپدوریا با حق خریداری به دست آورد. دفاعگری سمت راست منتخب پولچا بارتوش برشینسکی 30 ساله به صف ناپولی گزارش کرد و از این پس هم دسته کوارادونا خواهد بود. در پریمیر لیگ انگلیا من بعد بازیگر با نام الکراس خواهد بود و این از آن میگوید که ما نه تنها درخش وارث نادال را در تنیس میبینیم، بلکه الکراس من بعد در میدان فوتبال از خود نشان خواهد داد. باشگاه انگلیسی ساوثگمپتون باشد با ارزش 13 میلیون یورو نیم حمایتگر 20 ساله کارلوس الکراس را از راسینگ ارژانتینی خریداری کرد. راسینگ اولیانیدا هم از گزارش بازیگری خویش به کشور بارانی اعلان نموده ارژانتینی‌ها بر ضمن مبلغ گفته شده همچنین از 15% مبلغ فروش مبادله بازیگر برخوردار خواهند بود. الکراس عضو سیستم باشگاهی راسینگ از سال 2017 بوده در صف تیم کالونسولون باشد سال 2020 به قول دبیوت کرده بود. سال 2022 نیمه‌گر ارژانتینی 25 بازی در چمپیونات ارژانتین گذرانیده و زدن 6 گل مشرف شده است. این بود کلی سرگردانی‌های بازار فصل سرمایی سال 2023. خیر، تنسیت و پیروز باشید.